دوست داشتم که از بنیانگذار جمهوری آخوندی ایران هم یک مدرکی در رابطه با تکفیر و کفر که اثبات می‌کنه سیدنا عمر کافر بوده بهتون نشون میدن. دوستان از اگر لطف کنن روی صفحه این هست که نوشته آیت الله خمینی که در قبل از انقلاب نوشته شده اما بعد از انقلاب به اسم آقای خمینی خورده، در صفحه 119 چاپ فارسیش و اینم چاپ خیلی قدیمی هست. در اینجا که در اون موقع که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حال احتضار و مرض موت بود، جمع کثیری در محضر مبارکش حاضر بودن. بحث حدیث قرطاس رو میاره که عمر ابن خطاب گفت هجر رسول الله. حالا اینو بیان پایینتر میگه و جمله کلام، خلاصه کلام آن که این کلام یاوه از ابن خطاب یاوه سرا صادر شده است. این قسمت از ابن خطاب یاوه سرا صادر شده است. در ادامه میگوید که و تا قیامت الی آخر میاد تا اینجا انسان با شرف دیندار غیور میداند روح مقدس این نور پاک با چه حالی پس از شنیدن این کلام از ابن خطاب از این دنیا رفت و این کلام یاوه که از اصل کفر و زندقه ظاهر شده مخالف است با آیات از قرآن. دقت کنین، اصل کفر و زندقه. این این ترجمه فارسی کشف الاسرار آقای خمینی بود و اینم بحث عربیش اگر دوستان عزیز لطف کنن. کشف الاسرار آقای خمینی که قسمت اولش اینجا هست در حال احتضار پیامبر صلی الله علیه و سلم و قسمتی که به میگه وقد ان هذا الهزیان الذي ظهر من بقایا الكفر والزندقه ذلك الكلام من ابن خطاب. دقیقاً آقای خمینی هم که بنیانگذار این حکومت است، به قول خودش حکومت اسلامی، به سیدنا عمر و بهترین یار پیامبر بعد از ابوبکر کفر زندقه نسبت میده.